درود بر شما دوستان، عرض ادب و احترام دارم. من دکتر احسان هستم و با یه ویدیو دیگه از مجموعه مرور با متوس با شما همراه خواهم بود. در این ویدیو به بررسی کمبود ویتامین B12 در اطفال خواهیم پرداخت. خب کمبود ویتامین B12 در اطفال چی هست، چرا اهمیت داره و موارد مربوط به اون چیا هستش که حتما ما باید بدونیم که بتونیم به سوالات مربوط به کمبود ویتامین B12 در امتحانات پاسخ بدیم. خواهرزادش که در واقع همون کمبود فولاد هست رو بشناسیم، تشخیص و افتراقشون از هم و سایر مسائل مربوط. قبل از اینکه با ادامه ویدیو در خدمتتون باشم، از اینکه ما رو دنبال میکنید تشکر میکنم و امیدوارم که این ویدیو هم بتونه در جا افتادن این مطلب به شما کمک بکنه. خوشحال میشم اگر انتقادی، پیشنهادی دارید در مورد ویدیوها یا مطالبی مورد نظرتون هستش که دوست دارید ویدیو آموزشی اون ساخته بشه، حتما در کامنت با ما در میان بگذارید. خب باز سوال همیشگی، چرا این درس انتخاب شد برای اینکه ویدیوش ساخته بشه؟ همون شیرخواری که به اصطلاح نمیتونه بشینه و آنمی ماکروسیتیک داره، این هستش که همیشه دیدیم که توی سوالات در آزمون‌های پزشکی مهم و معتبر، حالا مثل دستیاری ایران یا حالا آزمون معادل سازی در کشور ترکیه که ما هستیم یا آزمون تخصصشون، کیس ثابت و پایه ثابت امتحانی هست. اینکه یه شیرخوار 10 ماهه اومده نمیتونه بشینه، حالا قلط نمیزنه، رشدش عقب افتاده، یه MCV بالا داره، هموگلوبین پایینی داره و کمزش هم منفیه. برای تشخیص باید خب آنمی کمبود ویتامین B12 رو که این آنمی ماکروسیتیک رو داره میده ما در قسمت بالایی لیستمون قرار بدیم. پس به عنوان یک نکته کلیدی مهم، هر جا ما آنمی رو در کنار علامت عصبی داشتیم حتما به کمبود ویتامین B12 فکر کنیم. خب مکانیسم این آنمی ماکروسیتیک چیه؟ هسته عقب میفته و سیتوپلاسم جلو میزنه. این جمله طلایی رو به خاطر بسپارید. ببینید ویتامین B12 و فولاد کوفاکتور سنتز تیمیدین هستن که اگر اینها مشکل داشته باشن باعث بلوک سنتز DNA میشن، یعنی هسته نمیتونه بالغ بشه. هسته‌ای که نابالغه در کنار یک سیتوپلاسمی که بالغه، ما یک نوکلئار سیتوپلاسمیک آسینکرونایز داریم، یعنی یک عدم سینکرونیزیشنی که بین سیتوپلاسم و هسته اتفاق افتاده، باعث میشه یک سلول درشتی به وجود بیاد در حالی که این خونسازی ناکارآمده. خونسازی ناکارآمد یعنی تخریب داخل مغز استخوانی، یعنی این سلولی که ناکارآمده در مغز استخوان به عنوان یک سلول ناکارآمد تخریب میشه. چرا؟ چون اون سیگنال های یک سلول درست رو به مغز استخوان نمیده. در نتیجه LDH افزایش پیدا میکنه، بیلیروبین مستقیم بالا میره و رتیکولوسیتوز پایین باقی میمونه. چرا؟ چون باز تکرار میکنم ما یک خونسازی ناکارآمد داریم. مسیر جذب ویتامین B12 خیلی مهمه. 5 ایستگاه مهم داره که هر کدوم از این ایستگاه ها میتونه سوال باشه. ایستگاه اول در معده قرار داره که از طریق هاپتوکورین اتفاق میفته که ویتامین رو در محیط اسیدی معده این آربایندر در واقع میگیره. ایستگاه دوم باز هم در معده است اما به کمک اینترنسیک فاکتور. دقت کنید ما در معده 2 تا ایستگاه متمایز داریم، یکی با هاپتوکورین، یکی با فاکتور داخلی یا اینترنسیک فاکتور. فاکتور داخلی یا اینترنسیک فاکتور رو سلول های پریتال میسازن، بدون اونها جذب ویتامین 12 اتفاق نمیفته. اما یه جذب ویتامین 12 توی معده و این داستان هست؟ نه، دقت بفرمایید. وقتی که معده میره سراغ ایستگاه بعدی در 12
پروتئاز پانکراس میاد اون آرپ بایندر رو میشکنه و B12 کاملا به اینترنسینگ فاکتور سپرده میشه. در ایلیوم ترمینال گیرنده کوبیلین کمپلکس اینترنسینگ فاکتور B12 رو شناسایی و جذب میکنه و در خون ناقل واقعی B12 که B12 رو به بافت ها میرسونه ترانسکوبالامین 2 هست. هر کدوم از این ایستگاه ها مشکل داشته باشه یه بیماری توش در میاد. مثلا اگر ایستگاه 2 که فاکتور داخلی هستش و مربوط به فاکتور داخلی هست و در معده هست اشکال داشته باشه میشه آنمی پرنیشس. اگر ایستگاه 4 همونی که گیرنده کوبیلین در ایلوم ترمینال مشکل داره میشه سندروم ایمرسلند گرسبک. اگر ترانسکوبالامین 2 مشکل داشته باشه میشه کمبود ترانسکوبالامین 2 و ویژگی های خاص اون، ولی در مجموع همه اونها میتونن با آنمی ماکروسیتیکی که حالا نقص ویتامین B12 توش هست خودشون رو نشون بدن. توی CBC و لام خون محیطی ما چی میبینیم؟ ببینید یه MCV بالا میبینیم که حالا معمولا بالای 100 یک شکل گلبول قرمزی که ماکرو اووالوسیت، نوتروفیل های هایپر سیگمنت بسیار مهمه که معمولا 5 لوب و بیشترن، رتیک پایین، LDH و بیلیروبین غیر مستقیم بالا. دقت کنیم هر سه رده خونی یعنی پلاکت، وایت بی سی و آر بی سی پایین هستن و ما در آنمی ماکروسیتیک ناشی از کمبود ویتامین B12 پانسیتوپنی داریم. این فوق‌العاده ارزشمنده. دقت کنیم MCV بالا حتما نباید بچسبه به مغز ما برای آنمی کمبود B12. چرا؟ به خاطر اینکه کمبود B12 ممکنه با کمبود آهن یا تالاسمی میکس بشه و ماکروسیتوز اینها رو اون کمبود آهنه یا اون تالاسمیه کاور بکنه و MCV رو به محدوده طبیعی برگردونه. کلید لام ما نوتروفیل های هایپر سیگمانت هستش. نورمال معمولا 3 لوب داره نوتروفیل ها، اما اگر از 5 لوب یا بیشتر باشه تحت عنوان نوتروفیل های هایپر سیگمانت شناخته میشه. این هم به درد پاتولوژی و میخوره و هم حالا هیستولوژی میخوره، هم به درد در واقع اطفال و هماتولوژی. نکته‌ای که در رابطه با نوتروفیل های هایپر سگمانت هستش اینه که اینها زودتر از ماکروسیتوز حتی پیدا میشن و هفته ها بعد از درمان هم باقی میمانن. حتی وقتی MCV نرمال میشه باز هم همین نوتروفیل های هایپر سگمانت میتونن به ما در تشخیص سر نخ بدن. در تابلوی بالینی چی داریم؟ ما یک زبان داریم و یک عصبی داریم که باید تو ذهنمون بمونه. 2 تا امضا داره این B12 که باید اونها باشون آشنا بشیم. یکی گلوسیت هانتر یا زبان هانتر یا هانتر گلوسیت، حالا هر کدومشو میتونیم در نظر بگیریم، گلوسیت هانتر یا هانتر گلوسیت. زبان قرمز، یه زبانی که قرمز صاف پاپی نداره و هم با بزرگ هم هست نسبتاً، همراه با سوزش و درد. دقت کنید این یک یافته مخاطیه، یعنی اختلالی که در مخاط اتفاق میفته، نه یافته نورولوژیک. درگیری عصبی چطوره؟ آتاکسی، کاهش رفلکس های تاندونی و بابنسکی مثبت. در یک شیرخواری که تحریک پذیره و پسرفت مهارت های کسب شده داره، اینجوری شرح حال بیمار به شما در سوال داده میشه. کاهش DTR و بابنسکی مثبت با هم یک تناقض ظاهری داره دیگه، یعنی هم DTR کاهش پیدا میکنه اما بابنسکی ما مثبته، یعنی یک کاهش رفلکس یا افزایش رفلکس داریم. این امضای درگیری همزمان پریفرال و سانترال، یعنی یک همزمانی درگیری عصب محیطی و راه هرمی. خیلی خیلی مهمه، راه پیرامید درگیر میشه. نکته طلایی در افتراق B12 و فولاد نقصشون در آزمایشات اینه. ببینید در کمبود ویتامین B12 و فولاد در هر دو هموسیستین افزایش پیدا میکنه، حالا هوموسیستین تلفظ درست درش هستش، اما در کمبود ویتامین B12 به صورت اختصاصی متیل مالونیک اسید در واقع افزایش پیدا میکنه و این میتونه به افتراق این دو از هم
به ما کمک بکنه. یکی از چالش‌های تشخیصی همیشه همین افتراق کمبود فولاد و کمبود B12 به خاطر اینکه خیلی تابلوی همدیگر رو تقلید میکنن. اما حالا میرسیم به درمان و میگیم که ما اصولا هیچ کدوم رو به تنهایی درمان نمیکنیم. در سمت فولات اگر بخوایم نگاه کنیم، خب تست ادراری فیگلو رو داریم که افزایش پیدا میکنه و اون تست فیگلو رو به خاطر بسپارید. حالا وارد بحثش خیلی نمیشیم و ولی دونستنش خالی از لطف نیست. 4 علت ارثی برای این کمبود ویتامین B12 در بچه ها رو بشناسید. در کودکان معمولا کمبود B12 زمینه ژنتیکی داره. یکی آنمی پرنیشیوز جوانان هست که جوانال پرنیشیوز آنمیا هست، معمولا اتوایمیونه و بر ضد اینترنسیک فاکتور در 90% موارد آنتیبادی وجود داره. یکی کمبود مادرزادی فاکتور داخلیه که بهش میگن کانجنیتال اینترنسیک فاکتور دفیشنسی یا حالا تو ترکی اکسیکلی که مخاط معده کاملا سالمه و آنتیبادی هم وجود نداره ولی فاکتور داخلی ژنتیکی کم وجود داره. میرسیم به سندروم ایمرسلند گریسبک که گفتیم در اون کوبلینی که قراره در ایلیوم ترمینال کمک بکنه برای جذب ویتامین B12 اونجا نقص داریم، تو اون ایستگاه بود. این بیماری دقت کنید اتوزومال مغلوبه و همراه با اون در تعداد زیادی از بیماران پروتئینوری هم دیده میشه. 100% بیماران نیست، فکر کنم 50% بیماران پروتئینوری دیده میشه. کمبود ترانسکوبالامین 2 هم که یک قسمت دیگه‌ای بود، یه ایستگاه دیگه‌ای بود که در خون جابجایی B12 و تحویلش به بافت با این ترانسکوبالامین 2 بود که توی اینها B12 سرم طبیعیه ولی بیمار ما ماکروسیتی آرنمی ماکروسیتیکی داره، علائم کمبود ویتامین B12 رو هم نشون میده. این هم یک بیماری اتوزومال مغلوب. دقت کنید اندازه طبیعی B12 سرم خیلی مهمه. توضیح هم که داده شده اینه که تفاوت اینها رو نه با سن بلکه با مخاط معده، آنتیبادی، ادرار و سطح سرمی باید شناسایی کنیم. تله کلاسیک سوالات این بحث پرنیشیوس آنمی جوانان یا جوانایل در برابر اون کانجنیتال کمبود کانجنیتال اینترنسیک فاکتور. ببینید در پرنیشیوس جوانان ما آتروفی مخاط معده به علاوه آکولیریدی داریم، یعنی اسید نداریم. آنتیبادی ضد آیف در حدود گفتیم 90% وجود داره و ضد سلول پریتال در حدود 10%. این هم دقت کنید، یعنی بیشتر آنتیبادی بر علیه خود اینترنسیک فاکتوره. تو اینها تیروئیدیت های اتوایمیون و هایپوپاراتیروئیدی ها و کمبود IgA شایعه. این هم به خاطر بسپارید، جوانایل پرنیشیوس آنمیا. اما در کمبود مادرزادی IF ما مخاط معده سالم داریم، ترشح اسیدمون طبیعی، آنتیبادی نداریم، فقط خود فاکتوره که ساخته نمیشه. نسبت 9:10 در جوانان برعکس بزرگسالانه و دقیقا همین تقابل هستش که سوال میشه. نسبت 90:10 که توی خدمت شما عرض کنم توی پرنیشیوس آنمی رو گفتیم بسیار مهمه. در نوجوانان برعکس بزرگسالان، در بزرگسالان 10% آنتیبادی ضد آیف، 90% در ضد سلول پریتال. در نوجوانان و بزرگسالان متفاوت. ما 2 تا تشخیص تله‌دار داریم که باید بهشون دقت کنیم. یکی ایمرسلند گریسبک رو در نظر بگیرید. گفتیم نقص گیرنده کوبلین در ایلیوم ترمینال، اتوزوم مغلوب و با B12 تزریقی آنمی خوب میشه، اما پروتئینوری که گفتیم تو تعداد زیادی از بیمارانشون هست بهبود پیدا نمیکنه. دوم کمبود ترانسکوبالامین 2. این رو گفتیم که در سن 3 تا 5 هفتگی با استفراغ خودش رو نشون میده و عدم رشد. پانسیتوپنیشون پیشرونده است و نقص ایمنی دارن. توی اینها گفتیم B12 سرمی طبیعیه ولی متیل مالونیک اسید که اختصاصی بود برای B12 افزایش پیدا میکنه. دیگه از این مهمتر و سوالی‌تر برای سوال سخت نمیتونه باشه. ما
با درمان آنمی در واقع آنمی رو میخوابونیم، اما کلیه رو نمیتونیم درمان کنیم. توی مرسلین گریسبک و B12 سرم طبیعی سرم هرگز کمبود ترانسکوبالامین رو رد نمیکنه. این دو عددی هستش که ما باید بهشون دقت کنیم. علل اکتسابی چیه؟ علل اکتسابی معمولا زمانهایی است که ایلیوم ترمینال از کار میفته. چطور؟ محل جذب گفتیم که ایلیوم ترمینال، رزکشن ایلیوم ترمینال حالا یا به صورت جراحی یا به صورت در بیماری مثل کرون یا توبرکولوز روده، یعنی حالا رزکشن فیزیوپاتولوژیک در توبرکولوز روده یا در انتروکولیت نکروزان، خب محل جذب ما رو، سرفیس جذب ما رو از بین میبره. دوم رقیب باکتریایی، مثلا در سندروم لوپ کوری که گیر میفته مواد و باکتری میاد حالا مصرف میکنه، یا در دیورتیکول ها یا در تنگی روده، باکتری ها B12 رو قبل از سلول های روده میتونن مصرف و جذب کنن. رقیب های انگلی، دقت کنید یه انگل خیلی مهمی وجود داره به نام دیفروبوتریوم لاتوم که کرم نواری ماهیه و این میتونه در واقع باعث کمبود B12 بشه. باز قابل توجهه، این دیفلوبوتریوم لاتوم کمبود B12 میسازه اما کمبود فولات نمیسازه. همیشه این در سوالات امتحانی مورد توجه قرار گرفته. تست شیلینگ چیه؟ ببینید یه تستیه که برای تشخیص حالا B12 اسمشو شنید و هر مرحله یک تست چند مرحله‌ایه در واقع و هر مرحله یک تشخیصش رو میتونه حذف کنه، یعنی یک تشخیص رو کنار میذاره. مرحله پایه اون غیر طبیعی باشه، یعنی سوء جذب B12 وجود داره. حالا ما باید ببینیم که این تست شیلینگ مختلی که در مرحله پایش مشکل بود ببینیم کجا مشکل داره. اگر با افزودن فاکتور داخلی اصلاح شد ما آنمی پرنیشس داریم، اما اگر با اینترستینگ فاکتور اصلاح نشد باید بریم سراغ ایلوم ترمینال، اونجا مشکل داره. اگر بعد از دوره آنتیبیوتیک نرمال شد که همون رشد بیش از حد باکتری ها و رقابت با باکتری ها مطرح میشه، مثلا در سندروم لوپ کور، ما باید ترتیب مراحل رو حفظ کنیم. سوال معمولا وسط های زنجیره رو از ما میپرسه. طرف دیگه سکه حالا آنمی ماکروسیتیک در واقع بحث کمبود اسید فولیک. کمبود اسید فولیک معمولا به صورت تغذیه‌ای اتفاق میفته، حالا سوء تغذیه، مصرف شیر بز، چون شیر بز فولات کمی داره و شرح حال کلاسیکی که میدن از بیمار اینه که یه بچه‌ای حالا مثلا توی روستا و شیر بز مصرف میکنه. بیماری هایی که سوء جذب توشون هست مثل سلیاک و بیماری های روده باریک میتونن این مشکل رو بدن و خیلی مهمه، خیلی مهمه بعضی از داروها مثل فنیتوئین که اختلال جذب میدن، متوتروکسات بالا اختلال متابولیسم اسید فولیک و تریموتروپرین، اینها خیلی مهم هستن. یا اینکه در شرایطی که نیاز بدن به فولیک اسید افزایش پیدا میکنه مثل همولیز مزمن، مثل نارسی، مثل دوره‌های رشد سریع یا حالا خدمت شما عرض کنم که بارداری. تشخیص با فیلو ادراری و دقت کنیم که در کواشیورکور و ماراسموس آنمی مگالوبلاستیک تقریبا همیشه از کمبود فولاته، نه B12. خب اگه بخوایم افتراق بدیم این B12 از فولات رو با یک جدول خیلی شیک و درست درمون، باید بگیم که علائم عصبی در کمبود B12 وجود داره، در اسید فولیک نیست. متیل مالونیک اسید گفتیم توی B12 بالا میره، توی اسید فولیک طبیعی، اما هموسیستین در هر دو افزایش پیدا میکنه. تست ادراری متیل مالونیک اسید رو برای B12 و فیگلو رو برای اسید فولیک به خاطر بسپارید. اما گفتیم در کواشیورکور و ماراسموس آنمی ماکروسیتیک ما همیشه ناشی از اسید فولیک و ربطی به ویتامین B12 نداره. درمان در ویتامین B12 تزریقی که در پرنیشس آنمیا به صورت مادام العمره، اما در اسید فولیک خوراکی، حالا رفرنس های مختلف طول درمان رو مختلف گفتن، یکی گفته 3 تا 4 ماه، یکی گفته 7 تا 9 ماه. طبق رفرنس ما 7 تا 9 ماه رو در نظر میگیریم.
تنها ستونی که هرگز جابجا نمیشه و همیشه سواله اون علائم عصبیه و همیشه سوالات رو از اینجا در نظر میگیرن. در درمان ما 4 قاعده رو نباید فراموش بکنیم. کمبود فولاد رو گفتیم با اسید فولیک خوراکی به صورت معمولا 7 تا 9 ماه درمان میکنیم. کمبود B12 رو با B12 تزریقی درمان میکنیم. در بیماری که کمبود B12 داره ما هیچ وقت نباید به تنهایی فولاد بدیم، به خاطر اینکه آنمی درست میشه اما آسیب عصبی جلو میره و این خیلی خیلی مهمه. پاسخ به درمان چطور در نظر گرفته میشه؟ رتیکولوسیتوز هست که از روز 3 تا 4 اتفاق میفته، یعنی رتیکولوسیت بالا میره. حالا شاید نتونیم بگیم رتیکولوسیتوز، ولی رتیکولوسیتی که پاسخ میده به درمان از روز 3 تا 4 و در روز 7 به اوج خودش میرسه. یه نکته‌ای در درمان اینها وجود داره که در پاسخ سریع وقتی بیمار پاسخ میده به درمان شما، پتاسیم به داخل سلول هایی که تازه دارن درست ساخته میشن کشیده میشه و باید در بیمارتون مراقب هایپوکالمی حتما باشید. پس اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم 6 تا چیزی که نباید فراموش بکنیم، اون بحث مگالوبلاستیک بودن، اون بلوک شدن سنتز دی ان ای، MCA بالای 100 و نوتروفیل های هایپر سیگمانت فراموش نشه. مسیرهای جذب B12 رو حفظ کنیم، معده اینترستینگ فاکتور، ایلوم ترمینال کوبیلین و خون ترانسکوبالامین 2. بحث این که B12 عصب رو درگیر میکنه و فولاد هیچ وقت علائم نورولوژیک نمیده رو فراموش نکنید. بحث متیل مالونیک اسید بالا در B12 و هموسیستین در هم کمبود B12 و هم فولاد رو فراموش نکنیم. علتهای ارثی، پرنیشس آنمی، اینترستینگ فاکتور کمبودش به صورت مادرزادی، ایمرسلند گریسبک و ترانسکوبالامین 2 رو فراموش نکنیم کمبودش که دوتای آخری گفتیم اتوزومال مغلوبن و گفتیم که در پرنیشس آنمی درمان ما مادام العمر و در کواشیورکور و ماراسموس ما کمبود فولاد داریم نه کمبود B12. اما بازم باید بگیم درس کامل با فلش کارت های زیاد، با سوالات متنوعی که در آزمون های مختلف پرسیده شده، سوالات اصلی که تو آزمون ها هستش و با نکات بسیار بیشتر رو میتونید تو اپ متوس مطالعه بفرمایید. اگه ویدیو رو دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو برای دیدن ویدیوهای بعدی حتما روشن کنید و خوشحال میشیم که کانال ما رو سابسکرایب میکنید. سوالاتتون رو میتونید توی کامنت از ما بپرسید، ما با کمال میل با شما پاسخ میدیم و ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. براتون یه روز خیلی خوب آرزو میکنم. قبل از خداحافظی هم به این نکته اشاره کنم، عزیزانی که دوست دارن در کشور ترکیه امتحان CTC بدن یا توس بدن، از طریق کانال های ارتباطی ما، حالا سایت متوس یا سوشال میدیای ما، میتونن با ما در تماس باشن. در تمام مراحل ما همراه اونها خواهیم بود. مرسی که با من همراه بودید. روز بخیر. خدا نگهدار.